سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به صحبت امروزه من. امروز درباره زبان آلمانی صحبت میکنم و برای شما میرسانم که همین ایگش، ادش، بیگش، بیدش، بگیم که یگش، دش چی معنا دارند و برای چی هستند اینا. خب در بسیاری کشورهای اروپا اینها هستند و وقتی که در همین صدها زبان میخوانین با این میتونن بفهمن که چقدر شما زبان خوب یا اینکه بد صحبت میکنین. خب پیش از این یک چیز بخونم برای شما. سمرقند مرکزی سودای بین الخلقی بود. در بازار و کوچه های آن تاجران با زبان های هندی، چینی، تیبتی، ترکی، رومی و غیره حرف می زدند و تاجیکان زیادی بودند که با همه این زبان ها ترجمانی می کردند. خوب نگاه کنید برادر عزیز، این تاریخ تاجیکا یک نیم هزار سال پیش نگاه بکنید که مردم ما یک نیم هزار سال پیش ترجمانی میکردن. این برای ما و شما میرسونه که ما خیلی ملتی پیشرفته بودیم و باید باشیم. خوب شروع میکنیم A1 برای شما می آموزه مثلا یک مرد، یک زن، یک کودک. Der Mann, die Frau, das Kind. یا اینکه از کجا آمدی، کی تولد شدی، در کجا زندگی میکنی و کمی دیگر در همین بارها سیب و انار و همین چیزها را برای شما می آموزد. A2 A2 در A2 میتونین که دیگه کمک درباره خودتون صحبت بکنین، کمک خواندنتون خوب بشه و دیگه یک بگیم که فکری داشته باشین درباره زبان. کمک یعنی کاری خودتون بکنین، دیگه آدما را نپرسین. بیگش خوب یک سطحی است که در این سطح اگر کمک چالاک باشی دیگه میتونی که همه کار تا بکنی، نه این کارهایی که مثلا خطی و این چیزا را. خوب در بیگ کارهای خطی را مشکله، چون در C1 که خوندی بعد میتونی که بگیم که کارهای خطی تا خود بکنی. بیگ یک سطحی است که در این سطح میتونی که درباره خود زیاد صحبت بکنی، درباره کمک سیاست گپ بزنی، بگویی که مثلا همین چیز برای ما معقول نیست، کمک در گپای مردم جواب بدی، کمک در ترس بپره. B2 بیدش بسیار سطح خوب است. در این سطح اگر خطا هم که صحبت بکنین، اگر که بگیم که با کلی که زبان هم ندونین، میتونین که دیگه عاشق خودتون صاحب باشین، خودتون دیگه تنها برین کار پیدا بکنین، در یگان فیرما نامه رایی کنین که شما میخواین در اونجا کار بکنین. C1 خوب دیگه یک سطحی است که در این سطح میتونین هم ترجمانی کار کنین و دیگه بیم عاشق خودتون با کلی صاحب باشین. خوب مسئله زبان برای نفرایی که در آلمان زندگی میکنن خیلی مهم است و نفرایی که در تاجیکستان زندگی میکنن برای اینها را مهم است، چون میگن که زبان دانی جهان دانی. چنانه که ما و شما میبینیم یک نیم هزار سال پیش ملت بزرگ تاجیک ترجمانی میکرد و پیشرفت میکرد، اما امروز پیشرفتی ما بند شده است، چون هر یک نفری که به خاطر علم، به خاطر پیشرفت این ملت دعوت میکند، یا اینکه خائنش میگن یا اینکه تحقیر و حقارتش میکنن. امروز ما مشکلات زیاد داریم. امروز معلم های تاجیک بیچاره شدن. امروز دانشمندای تاجیک صحبت نمیکنن. ما در یابانیا و ما در امریکا و در همه جا پروفسورای زیاد داریم، یکی یگان تاشون نمیبینی، نشون نمیتن یگان کسا، چون اونا
یک ترس دارن که میفرم اومدن یک نفر یک چیزشون دادن حقارتشون میکنن دشنامشون میکنن میگن ای بگذار همی خدم باشم تمام چی کار میکنی این ملت. اما دعوتی من به پروفسورهای تاجیک به عالمای تاجیک همی است که این ملت درس بدین، این ملت درس بدین، این ملت نشان بدین که چطور باید پیشرفت کرد. برادران عزیز، فرزندان خود را در این کانال من آبونه کنین، خودتان آبونه بشین. من همیشه کوشش میکنم که علمی صحبت بکنم. بسیار صحبت های منم علمی هستند، بسیار صحبت های منم کتابی هستند و من نمیخوام از پیش خودم صحبت بکنم بگیم که دعوتی بیکاره شما را بکنم. تشکر به همه نفرانی که در کانال من آبونه شدند. 3 هفته اخیر 1800 نفر آبونه شدند. تشکر به همه شما. من احساس دارم که دوستداران علم و پیشرفت، دوستداران این ملت کم کم دارند در گرد من جمع می شوند. چون تاجیک اصلی، تاجیکی که دوستداری وطن خود است، از صحبتهای من درد دل من میفهمه. من همیشه میگم که تاجیک حقیقی، تاجیک دوستدار از صحبتهای من میفهمه که مقصد من چی است. بس هم شما میرسونم تماشابینان عزیز که بر روزهای نزدیک درس زبان آلمانی ثبت خواهد شد و برنامه صحبت با ملت که درباره مشکلات تاجیکان و آینده تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. این هم ثبت می شود. عزیزانی که سوال دارید، یک چیز را نمیفهمید، برای من در کامنتاری ها بنویسید. من نظرات شما را خواهم خواند و به هر یک سوال شما جواب خواهم داد. نفرانی که دشنام میکنید و فکر میکنید که منوچهر کوهستانی ناراحت میشود، منوچهر کوهستانی بس میکند دعوت برای یک جای شوی این ملت، شما به مقصد نمیرسید. منوچهر کوهستانی دعوت خود برای یک جا شوی این ملت دوام خواهد داد. ما برای آینده این ملت کوشش خواهیم کرد. هر یک تاجیک دوستدار این را باید بداند که هیچ دشمنی نخواهد توانست این ملت را غلام کرد و هر یک دشمن این ملت باید بداند که جوانان این ملت، عالمان این ملت، روشنفکران این ملت در پی آبادی این ملت هستند و ما خواهیم کوشش کرد. دشمنان سرسخت این ملت را خواهیم کوفت، دشمنان سرسخت این ملت را خواهیم از بین برد. شما دیدید که یک نفر برای آینده تاجیکان صحبت میکند چقدر دشمن پیدا میکند، چون این ملت دشمندار است. در آسیای میانه یگانه ملتی که تاریخی 2000 ساله و 3000 ساله دارد این ملت بزرگ تاجیک است. به همون خاطر نترسید که ما دشمنی زیاد داریم. ما که یک جای شدیم، همدیگر را که کمک کردیم، این ملت می توانیم که به پیش ببریم. این ملت می توانیم که سرش بلند بکنیم. ای تاجیکی که امروز ناراحتی، ای تاجیکی که امروز تو را گپی بد میگن، نمیدونم روشنت میگن، جمشودت میگن، ناراحت نشه. پیشرفت کن، برای دشمنان این ملت نشان بده که تو فرزندی فرزانه این ملت بزرگی، فرزندی فرزانه این ملت بزرگی. در عصر 5 اگر تاریخ تاجیک بخوانین، بسیاری ها کوشش کردند که این ملت را از بین ببرند، اما ما باز به پا خیستیم و عصر 21 هم برای ما عصر پیشرفت هست، عصر آینده این ملت هست. هر کی دشمن این ملت هست باز هم میگم باید بداند که ما اگر کم بغلیم، ما اگر بگیم که
شرایط خوب نداریم، ما اگر پول کم داریم اما دل بزرگ داریم. برای آینده این ملت هر یک نفری که کوشش نمی کند، هر یک نفری می گوید که یک کار کنم از همین تاجیکستان برم و دیگر نام تاجیکستان نشنوم، باید بداند که در هر کجای دنیا برم، حتی همه زبان ملت ها را یاد بگیر، هر چی که پیشرفت کن، برای تو خارجی میگن. برای همان باید همه ما باز هم بدانیم که آباد کردن تاجیکستان، خیزاندن این ملت، با پا خیزاندن این ملت، علم را به گوش این ملت رسانیدن کار هر یک فرزند این ملت است. صحبت بکنید با هم دیگر، بحث بکنید برای آینده این ملت. درباره حیض و نفاس بحث بس است. این ملت نیاز به پیشرفت دارد. در امان خدا باشید دوستان عزیز. خداوند همه این ملت را ایمان قوی بدهد.